بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امین پهنه 1. من به عنوان کنشگر پیشرفت ایران در خدمت مردم ایران هستم. من کنشگر پیشرفت ایران هستم. من یک سرباز پیشرفت ایران. من مسئول پیشرفت محلی خودم هستم. بیقرار زینب بابا هیدر، امشب خیلی چشمات غربت داره، آسمونم داره خون میباره. هیدر هیدر بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا خیابان دروازه ری هست و این مکانی هم که قرار داریم مقتل شهدای جنگ رمضان هست، جایی که در روز 22 اسفند ماه سال 404 دشمن آمریکایی صهیونیستی 9 نفر از هم محلی ها و هموطنان ما رو اینجا به خاک و خون کشید. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خدا توفیق داد، شهدا یاری کردن، تونستیم اینجا این مقتل رو درست کنیم، این یادمان رو به یاد شهدا درست کنیم. خب الحمدلله رب العالمین تونستیم کم کم بعد از ساخت یادمان وسایل فرهنگی رو هم با کمک قرارگاه پیشرفت بنیاد برکت به اینجا اضافه کنیم و بچه ها رو آموزش هایی بهشون بدیم که بتونن کار دست جمعی انجام بدن، تمرکز کنن، همگرایی داشته باشن. و الان الحمدلله بچه ها دارن از این وسایل و از این امکانات استفاده میکنن و اگر خدا یاری کنه ما بتونیم آروم آروم این بچه ها رو رشد بدیم، اینا بشن سرمایه های انقلاب، شبکه ای از نوجوانان، جوانانی که میتونن با همدیگه کار دست جمعی انجام بدن و اینا به امید خدا آینده های این محله و بتونن این محله رو پیشرفتش بدن، رشدش بدن و به تبع کشورمون هم رشد بدن. امیدوارم خداوند متعال به برکت خون شهدا ما رو به این اهداف برسونه. آروم آروم میری بابا هیدر، از دنیا دلگیری بابا هیدر، میری تا راحت شی از این مردم، از زمون سیری بابا هیدر. هیدر 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 هیدر. دل زینب به شور افتاده بابا، چرا خوندی تو زیر لب یا زهرا، هوای